بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. طاسین تلك آیات القرآن و کتاب مبین. طاسین، این آیات قرآن و کتابی روشنگر است. هدی و بشرا للمؤمنین، که هدایت و بشارتی برای مؤمنان است. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. همان کسانی که نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌پردازند و به آخرت یقین دارند. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بیگمان کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند اعمالشان را برایشان آراستیم، پس سرگردان شده اند. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. آنان کسانی هستند که عذاب دردناک در پیش دارند و در آخرت زیانکارترین افرادند. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. و بی تردید تو قرآن را از پیشگاه پروردگار حکیم دانا دریافت می کنی. اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. یاد کن هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت بایستید، من آتشی از دور دیدم، به زودی خبری از آن برای شما میآورم یا شعله آتشی از آن میآورم تا گرم شوید. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. پس چون به آن آتش رسید ندا داده شد که مبارک و خجسته باد کسی که در آتش است و کسی که پیرامون آن است و منزه است الله که پروردگار جهانیان است. یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم. ای موسی، همانا من الله شکست ناپذیر حکیم هستم. و الق عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. و عصایت را بیفکن. پس چون موسی آن را دید که همچون ماری با سرعت میخزد، ترسید و پشت کرد و گریخت و به عقب نگاه نکرد. ندا آمد ای موسی نترس که پیامبران در پیشگاه من ترسی ندارند. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحیم. اما کسی که ستم کند آنگاه پس از توبه بدی را به نیکی تبدیل نماید، بداند که بیگمان من آمرزنده مهربان هستم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. و دستت را در گریبانت فرو بر،
هنگامی که خارج می شود سپید و درخشنده است بدون آنکه بیماری پیسی در آن باشد. این معجزه در زمره معجزات نهگانه است. به سوی فرعون و قومش برو که آنان قومی نافرمانند. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین. پس چون آیات روشنمان به سویشان آمد گفتند این جادویی آشکار است. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. و با آن که در دل به آن یقین داشتند از روی ستم و تکبر انکارش کردند. پس بنگر که عاقبت مفسدان چگونه بود. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. و به راستی به داوود و سلیمان دانش عظیمی دادیم و آنان گفتند ستایش از آن الله است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود برتری بخشید. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. و سلیمان وارث داوود شد و گفت ای مردم فهم زبان پرندگان به ما آموخته شده و از هر چیز به ما عطا گردیده است. بی تردید این فضل آشکاری از سوی پروردگار است. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. و سپاهیان سلیمان از جن و انس و پرندگان به نزدش گرد آمدند. آنگاه به همدیگر پیوستند و به صف می رفتند. حتی اذا اتوا على واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. آنان به راه خود ادامه دادند تا هنگامی که به سرزمین مورچگان در شام رسیدند. مورچه‌ای گفت ای مورچگان به لانه های خود بروید تا سلیمان و لشکریانش شما را ندیده و ندانسته پایمال نکنند. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. پس سلیمان از سخن آن مورچه خندید و گفت پروردگارا به من توفیق ده تا شکر نعمتهایی را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشته ای به جای آورم و توفیق عطا فرما تا کارهای شایسته ای انجام دهم که مایه خوشنودی تو گردد و مرا به رحمت خود در جمع بندگان شایسته وارد کن. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. و سلیمان از حال پرندگان جویا شد و گفت
چرا هدهد را نمی بینم؟ آیا جایی پنهان شده یا غیبت کرده است؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. پس چون از او خبری نشد گفت قطعاً او را به سختی مجازات یا ذبح خواهم کرد مگر آنکه دلیل واضحی برای غیبتش بیاورد. فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. پس دیری نپایید که هدهد آمد و گفت من از چیزی آگاهی یافتم که تو بدان آگاهی نیافته ای و از سرزمین سبأ برایت خبری موثق آوردم. اینی وجدت امرأة تملكهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم. من آنجا زنی را یافتم که بر آنان فرمان روایی می کند و به او از هر گونه نعمتی داده شده و تخت عظیمی دارد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. او و قومش را دیدم که به جای الله برای خورشید سجده می کنند و شیطان اعمال آنان را در نظرشان آراسته و ایشان را از راه راست باز داشته است. از این روست که هدایت نمی شوند. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. شیطان فریبشان داده تا برای الله سجده نکنند، همو که نهان آسمان ها و زمین را آشکار می کند و آنچه را که پنهان نموده و یا آشکار می سازید می داند. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. الله که جز او معبودی نیست پروردگار عرش بزرگ است. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان گفت اکنون خواهیم دید که آیا راست گفته ای یا دروغگو هستی. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. این نامه مرا ببر و بر آنان بیفکن، آنگاه دور شو و در گوشه‌ای توقف کن و ببین که درباره آن چه میگویند و چه واکنشی نشان میدهند. قالت یا ایها الملأ اینی القی الی کتاب کریم. ملکه سبع گفت ای بزرگان، بی تردید نامه ارزشمندی به سوی من افکنده شده است. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه از جانب سلیمان است و چنین است: به نام الله بخشنده مهربان. الا تعلوا علی واتونی مسلمین. بر من برتری مجویید و در حالی که از شرک دست برداشته و تسلیم حق و توحید شده اید نزد من بیایید. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتی تشهدون. ملکه گفت ای بزرگان، نظر خود را در این مورد بگویید،
چرا که من هرگز بدون حضور و مشورت شما در مورد کاری تصمیم نگرفتم. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. آنان گفتند ما نیروی کافی و جنگجویان قدرتمندی داریم، ولی اختیار و تصمیم نهایی با توست، پس بررسی کن که چه دستوری بدهی. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. ملکه گفت تردیدی نیست که پادشاهان هنگامی که به عنوان فاتح وارد شهری می شوند آن را ویران و تباه می سازند و بزرگانش را خوار و ذلیل می کنند و رفتار آنان همواره چنین بوده است. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. و من هدیه‌ای برایشان میفرستم و منتظر میمانم تا ببینم که فرستادگان چه جوابی میآورند. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بهدیتکم تفرحون. پس چون فرستاده ملکه نزد سلیمان آمد، سلیمان گفت آیا می‌خواهید با مال و ثروت به من کمک کنید؟ آنچه الله به من بخشیده بهتر از آن چیزی است که به شما عطا کرده است. این شمایید که به هدیه و ثروت دنیا شادمان می‌شوید. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. به سوی آنان بازگرد و بگو که قطعاً با لشکریانی به سوی آنان خواهیم آمد که توان مقابله با آن را نداشته باشند و بی تردید آنان را از آن سرزمین با ذلت و خواری بیرون می کنیم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. آنگاه سلیمان گفت ای بزرگان، کدام یک از شما پیش از آن که آنان تسلیم شده نزد من بیایند تخت او را برای من میآورد؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیه لقوی امین. یکی از جنیان درشت اندام گفت پیش از آن که از جایت برخیزی من آن را به نزدت می آورم و بیگمان من برای انجام این کار توانا و مورد اطمینان هستم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
کسی که دانشی از کتاب الهی داشت گفت پیش از آن که چشم بر هم بزنی من آن را به نزدت می آورم. پس چون سلیمان آن تخت را نزد خود مستقر دید گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا شکر او را به جای می آورم یا ناسپاسی می کنم. پس هر که شکر کند تنها به نفع خود شکر می کند و هر که ناسپاسی کند پس به زیان خود ناسپاسی کرده است، چرا که بیگمان پروردگارم بینیاز کریم است. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان گفت تختش را تغییر شکل دهید و برایش ناشناس کنید تا ببینیم آیا آن را تشخیص می دهد یا از کسانی است که اشیاء و اموال خود را نمی شناسد. فلما جاءت قیل اهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمین. پس چون ملکه سبع آمد به او گفته شد آیا تخت تو این گونه است؟ گفت گویی همان است و ما پیش از این نیز از قدرت الله اطلاع داشتیم و فرمان بردار بودیم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم کافرین. و آنچه که وی به جای الله می پرستید او را از ایمان و توحید باز داشته بود، بیگمان او از جمله کافران بود. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. به وی گفته شد به صحن قصر وارد شو. پس هنگامی که آن را دید پنداشت که آب عمیقی است و دو ساق پای خود را برهنه کرد تا از آب بگذرد. سلیمان گفت این آب نیست بلکه کاخی است که با قطعات بلور فرش شده است. آنگاه او را به توحید دعوت کرد. ملکه سبع گفت پروردگارا من به خود ستم کردم و اینک همراه با سلیمان تسلیم الله شدم که پروردگار جهانیان است. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون. و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که بگوید الله یگانه را بپرستید، ولی آنان به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم شدند و به ستیز پرداختند. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح گفت ای قوم من چرا به جای رحمت شتاب زده خواهان عذاب الهی هستید؟ چرا از الله آمرزش نمی خواهید باشد که مورد رحمت قرار گیرید؟ قالوا طیرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. آنان گفتند ما تو و کسانی را که با تو هستند به فال بد گرفته ایم. صالح گفت فال بد شما نزد الله است بلکه شما گروهی هستید که آزمایش میشوید. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
و در شهر هجر 9 نفر سردسته گروه بودند که در آن سرزمین به فساد می پرداختند و هیچ کار شایسته ای نمی کردند. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. آنان به یکدیگر گفتند به الله سوگند یاد کنید که بر صالح و خانواده شبیخون بزنیم و آنان را بکشیم، آنگاه به خونخواهش بگوییم ما هنگام کشتار خانوادهش حاضر نبودیم و ما قطعا راست میگوییم. و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و هم لا یشعرون. و آنان برای قتل صالح و پیروانش حیله و نیرنگی به کار بردند و ما نیز برای هلاک آنان و نجات صالح و پیروانش حیله و تدبیری اندیشیدیم در حالی که آنان نمیدانستند. فانظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین. پس بنگر عاقبت نیرنگشان چه شد، ما همگی آن افراد و قومشان را نابود کردیم. فتلك بیوتهم خاویة بما ظلموا ان فی ذلك لآیة لقوم یعلمون. پس این خانه های آنان است که به سزای ستمی که کردند ویران و خالی مانده است. بیگمان در این کیفر برای کسانی که میدانند و ایمان دارند درس عبرتی است. و انجینا الذین آمنوا و كانوا یتقون. و کسانی را که ایمان آورده و پرهیزکار بودند همراه صالح نجات دادیم. و لوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون. و لوط را یاد کن آنگاه که به قومش گفت با آنکه زشتی و گناه لواط را میدانید آیا باز هم مرتکب این عمل بیشرمانه میشوید؟ ائنکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. آیا شما از روی شهوت به جای زنان با مردان در میآمیزید؟ آری شما گروهی نادان هستید. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس یتطهرون. پس جواب قومش فقط این بود که به یکدیگر گفتند خانواده لوط را از شهر خود بیرون کنید که اینها افرادی پاک دامن و مقدس مآب هستند. فانجیناه و اهله الا امرأته قدرناها من الغابرین. آنگاه او و خانوادهش را نجات دادیم مگر همسرش را که مقدر کردیم از بازماندگان در عذاب باشد. و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین. و بر آنان بارانی از سنگ باراندیم و باران بیم داده شدگان چه بد بود. قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون.
ای پیامبر بگو ستایش و سپاس مخصوص الله است و سلام بر بندگانش که او آنان را برگزیده است. آیا الله بهتر است یا آنچه با او شریک می‌سازند؟ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. آیا معبودان شما بهترند یا کسی که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان برایتان بارانی نازل کرد، پس با آن باران بوستانهایی خرم و زیبا رویاندیم که شما هرگز توان رویاندن درختانش را نداشتید. آیا معبودی دیگر با الله است؟ هرگز، بلکه آنان گروهی هستند که مخلوقات و بت‌ها را همتراز الله قرار می‌دهند. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آیا معبودان شما بهترند یا کسی که زمین را قرارگاه امن شما ساخت و میان آن جویبارهایی روان کرد و برایش کوه‌های استوار پدید آورد و میان دو دریا مانعی قرار داد تا آب شور و شیرین با هم نیامیزند؟ آیا معبود دیگری با الله وجود دارد؟ هرگز، اما بیشترشان نمیدانند. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. آیا معبودان شما بهترند یا کسی که دعای درمانده را چون بخواند اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را جانشینان پیشینیان در زمین قرار می دهد؟ آیا معبود دیگری با الله وجود دارد؟ چه اندک پند می گیرید. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. آیا معبودان شما بهترند یا کسی که شما را در تاریکی‌های بیابان و دریا به وسیله ماه و ستارگان هدایت می کند و کسی که پیش از باران رحمتش بادها را به مژده می فرستد؟ آیا معبود دیگری با الله وجود دارد؟ الله از آنچه برای او شریک قرار می دهد برتر است. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آیا معبودان شما بهترند یا کسی که آفرینش را آغاز کرد و سپس آن را باز می‌گرداند و یا کسی که از آسمان و زمین به شما روزی می‌دهد؟ آیا معبود دیگری با الله وجود دارد؟
ای پیامبر بگو اگر راست میگویید دلیلتان را بیاورید. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بگو در آسمان ها و زمین هیچ کس جز الله از غیب آگاه نیست و نمیدانند که چه زمانی برانگیخته میشوند. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. آیا علمشان درباره آخرت کامل شده و درباره آن به یقین رسیده اند؟ هرگز، بلکه آنان در این مورد در شک و حیرانی هستند، بلکه ایشان نسبت به فهم آن بی بصیرت و کوردلند. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. و کسانی که کافر شدند گفتند آیا هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم دوباره زنده گشته و از گورها خارج می شویم؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. در حقیقت این وعده است که از پیش به ما و پدرانمان داده شده است. این سخن جز افسانه های پیشینیان نیست. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین. ای پیامبر بگو در زمین گردش کنید و بنگرید که سرانجام گناهکاران چگونه بوده است. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. و از روی گردانی آنان غمگین نباش و از آنچه مکر می‌ورزند دلتنگ نشو. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. و کافران میگویند اگر راست میگویید این وعده عذاب کی خواهد بود؟ قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ای پیامبر بگو شاید برخی از آنچه که به شتاب میخواهید به شما نزدیک باشد. و این ربک لذو فضل علی الناس ولكن اکثرهم لا یشکرون. و بیگمان پروردگارت نسبت به مردم بخشش و رحمت دارد ولی بیشترشان سپاس نمیگذارند. و این ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. و بی تردید پروردگارت آنچه را در سینه هایشان پنهان می کنند و آنچه را آشکار می سازند قطعا می داند. و ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. و هیچ پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر آنکه در کتابی روشن ثبت است. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. بیگمان این قرآن بیشتر چیزهایی را که بنی اسرائیل دربارش اختلاف دارند برایشان بیان می کند. و انه لهدى و رحمت للمؤمنین. و به راستی که راهنمود و رحمتی برای مؤمنان است. این ربک یقضی بینهم بحکمه
وهو العزیز العلیم. مسلماً پروردگارت در قیامت میان آنان طبق حکم خود داوری می کند و او شکست ناپذیر داناست. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین. پس ای پیامبر بر الله توکل کن، به راستی که تو بر حقیقتی آشکار هستی. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. و بیگمان تو قادر نیستی مرده دلان را شنوا سازی و آوای دعوت حق را به گوش کران برسانی، آنگاه که آنان پشت می کنند و روی می گردانند. وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. و تو نمی توانی کوردلان را از گمراهیشان بازگردانی و هدایت کنی. تو فقط می توانی سخن خود را به گوش کسانی برسانی که به آیات ما ایمان دارند و در برابر حق تسلیم هستند. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. و آنگاه که در آستانه قیامت فرمان عذاب بر آنان واقع گردد، جنبنده ای را از زمین برایشان بیرون می آوریم که با آنان سخن بگوید که مردم به آیات ما باور نداشتند. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ یوزعون. و به یاد آور روزی را که از هر امتی گروهی از آنان که آیات ما را تکذیب می کردند جمع می کنیم. آنگاه آنان برای حسابرسی به صف نگاه داشته می شوند. حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون. تا هنگامی که به جایگاه حسابرسی برسند، در آنجا الله می‌فرماید آیا در حالی که نسبت به آیات من دانشی فراگیر نداشتید آنها را دروغ میپنداشتید؟ شما چه میکردید؟ و وقع القول علیهم بما ظلموا فهم لا ینطقون. و به خاطر ستمی که کرده اند فرمان عذاب بر آنان واقع می گردد و آنان هیچ سخنی در دفاع از خود نمی گویند. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه والنهار مبصرا ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. آیا ندیدند که ما شب را پدید آوردیم تا در آن آرامش بیابند و روز را روشنی بخش ساختیم تا به کار و تلاش بپردازند؟ بیگمان در این آفرینش برای آنان که ایمان میآورند نشانه هایی روشن از قدرت الله است. و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کل اتوه داخرین. و روزی را به یاد آور که در صور دمیده می شود و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند وحشت می کنند مگر کسی که الله بخواهد و همگی با خواری و ذلت به پیشگاه الله می آیند.
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. و کوه‌ها را می‌بینی و آنها را بی حرکت می‌پنداری در حالی که مانند گذر ابرها در حرکتند. این آفرینش الهی است که هر چیزی را محکم و استوار پدید آورده است. بیگمان او از آن چه انجام می‌دهید آگاه است. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. کسانی که در روز قیامت نیکی بیاورند پاداشی بهتر از آن خواهند داشت و از وحشت آن روز در امان خواهند بود. و من جاء بالسیئة فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. و کسانی که بدی بیاورند با صورت در آتش نگونسار می شوند و به آنان گفته می شود آیا جز در برابر آنچه کرده اید مجازات می شوید؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. ای پیامبر بگو من فقط مأمورم که پروردگار این شهر را عبادت کنم، همان کسی که به این شهر حرمت بخشید و همه چیز از آن اوست و مأمورم که تسلیم فرمانش باشم. و ان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرین. و این که قرآن را تلاوت کنم پس هر کس هدایت شود به سود خیش هدایت یافته است و به هر کس گمراه گردد بگو من فقط بیم دهنده هستم. و قل الحمد لله سيريكم آیاته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. و بگو ستایش از آن الله است، به زودی نشانه های قدرت خود را به شما ارائه خواهد نمود و آنها را خواهید شناخت و پروردگارت از آن چه انجام می دهید غافل نیست.